برای بکس خیلی خوش اومدیم ویدیو. امیدوارم حالتون خوب باشه و روز خوبی رو سپری کرده باشید. بچه امروز براتون یه رفع لگ آوردم، ادامه هم رفع لگ های قبلی براتون گذاشتم. بازم داریم قراره یه هفته کلا رفع لگ براتون بذارم. حالا مثلا چند روز طول بکشه. ادامه اون پورتو داخل ویدیو قبلی اگه دیده باشید بهتون گفتم قراره که برای رفع لگا چند تا پارت بزنیم، مثلا ممکن 6 7 تا پارت بشه شاید هم و بیشتر، چون در آینده هم قراره بذاریم رفع لگ برای کال آف دیوتی موبایل و وارزون موبایل. حالا وارزون به خاطر اینکه هنوز برای خیلی ها بهینه نشده، خیلی ها میگن بازی کرش میکنه، نمیاد نمیره تو بازی، لگ بازی چه میدونم جور چیزا، گوشی خیلی داغ میکنه دیگه. وارزون اکتیویژن میگم تا یکی دو ماه دیگه درست حسابی نمیشه، درست نمیکنه وارزون، چون نمیشه با یه سیستم وارزون رو بیاره. وارزون اون گندگو میخواد بیاره رو موبایل، کم سخته. بچه‌ها بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. یه گیم پلی کوتاه خیلی نیستش، بعدش میریم سراغ ویدیو آموزش رفع لگ. بعدش هم دوره چند تا نکته داره، البته حتما تا آخر ببینید، اون نکته آخرش خیلی مهمه. چون واسه خودم همین کار کردم، اشتباه کردم، خودم همین بود، یه کاری چند تا کردم که بهتون بگم آره آخر ویدیو. خیلی چیزی نیست، این گیم پلی آخراشه، بشینید نگاه کنید. بعد اینم میریم سراغ ویدیو و آموزش. اگر می‌خوام یلا بزنید 30 ثانیه 10 ثانیه 20 ثانیه دیگه بیشتر نیستش. بعد این گیم پلی میریم سراغ ویدیو. بزن هر کی بزنه کو. خب بچه شما ولی کار میکنید یه فایل داخل تلگرام براتون میذارم، اون فایل رو دانلود کنید، بعد سه نقطه بغلش رو بزنید، همونجا که دانلود که حدود 43 مگ 40 مگه فایلی که براتون گذاشتم داخل همون خود تلگرام سه نقطه بغل فایل رو بزنید، سیو تو دانلود رو بزنید تا بیاد داخل فایل های پوشه فایل های گوشیتون سیو بشه، ذخیره بشه اون چیزی که بهتون داد. بعد وارد برنامه زد آرشیور میشید، پرو یا چیزش عادی زیاد فرق نمیکنه. اگه میخواین پروشو داشته باشین داخل سایت فورس روید میتونید برید دانلود کنید، واردش میشید. بعد وقتی اون فایلی که براتون گذاشتم و سیو کردید داخل دانلوداتون، حالا نیازی نیست برید داخل دانلود پیدا کنید، سرچ بالا میزنید ذره بین، بعد اینجا سرچ میکنید گیمینگ، بعدش تیکشو میزنید تا صبر کنید برات پیدا کنید. این فایل براتون پیدا میکنه، من همین فایل رو داخل کانال تلگرام براتون میذارم. رو این که بزنید یه بار روش بزنید اینجا من زده اکسترکت، یه بار رو خود فایل بزنید میاد، یا استخراج اگه زبون گوشتون فارسی بود، رو این استخراج این رو این بزنید. بعد هر جایی که خواستین رو میتونید چی ذخیره کنید. حالا من میرم داخل هر پوشه، فرقی نداره کجا، هر پوشه شما میتونید ذخیره کنید. من داخل این پوشه میام سیوش میکنم، ولی یادتون باید باشه کجا سیوش کردید. اینجا من استخراج میکنم، فایلش چقدر کنید برام میاره، اینجا روش میزنید. دو تا فایل هستش، یکی برنامه ماجیک چیه هر چی هست، یه نسخه جدید، نسخه قدیمیشه که براتون گذاشتم، چون این فایلی که براتون گذاشتم رو نسخه قدیمیش کار میکنه برای کاهش لگ گرافیک. مثلا چمنا رو براتون کم چی بهش میگن، وضوح چمنا رو براتون میاره پایین، اینجور کارا میکنه این فایل و اسکریپت که برای بازی اینا استفاده میشه. شما اولی کاری که میکنید این مجیسک رو دانلود میکنید. حالا فکر میگید حالا چون نمیتونم هک چیزی اینجاست، نه بچه‌ها نیست، حالا خودم پاکش میکنم. خب میرم برام دوباره بریزمش، میزنم روش اینستال، اینجا اینستال رو که بزنم صبر میکنیم تا دانلود بشه. این سیکوریتی امنیت گوشی ها رو خودتون ببینید دیگه، نو ریسک و یه چیز کاملا عادیه، یعنی امنیتش بالاست، همون نسخه قدیمی مجیسکه. اینو که دانلود کردید بعد اسم فایلی که اون داخلی ذخیره کردید رو یادتون باشه. من دقت کنید داخل این فایل ذخیره کردم زدلک کانفیگ زدلک، اینجا سیوش اسمش هست، اسم این فایلی گذاشتم. شما حتی اسم فایل رو یادتون باشه، میایید بیرون وارد همون مجیس که داخل اونجا بود میشید،
دسترسی اگر چیزی خاص بهش میدید. اینجا زده، اینجا زده اینستال، دقت کنید اینستال دارم چیز دورش داره رنگی میشه، روش میزنید به اینجا سلکت اند نمیدونم چی اینجا نکنید بچه، یه بار دیگه نشونتون بدم. اینجا الان آبی شد، دقت کنید دوباره میزنم این سلکت، اینجا آبی شد، وارد اینجا میشه. شما میاید روی این میزنید، 3 نقطه است، 3 تا خط سمت چپ بالا رو اون میزنید. بعد دیوایس، خود اسم دیوایس پوکویکسیر پرو مثلا مال انتخاب میکنید، میرید اون فایلی که داخل ذخیره کرده اون پیدا میکنید. مال من دقت کنید اینجا زد لگ بودش، واردش میشید. بعد گیمینگ مود، وارد گیمینگ مود 2 تا فایل هست، یکی نکن زده اینجا مجیز که یکی هم زده گیمینگ، رو اون گیمینگ رو با شما انتخاب کنید. حالا این گیمینگ رو یه بار روش بزنید قشنگ برام این لیتس گو این بالا نکن آبی میشه، قلب نگاه کنید آبی نبود، رو لیتس گو میزنید ساب میکنید تا بیاره روی گوشی نکن، قطع کنید رم و گوشی همه چیزشو میزنه بالا سمت راست بالا، مشخصه رم و اینجا چیزا. وقتی تموم شد اینجا مینویسه آل داون، این آخرش هم کنید زده آل داون. شما سمت راست بالا یه بار روی این سیو میزنید، داخل استوریج گوشیتون سیو میشه. حالا میید بیرون، وارد دوباره زد آرشیور میشید، میرید وارد پوشه دانلوداتون میشید، یه فایل زرد رنگی رو باید پیدا کنید شما، پیدا کنید اینه، اینا رو شما اینجا براتون گذاشته. این فایل ها رو به نظر فکر کنم این باید باشه، آره همینه، این فایل رو شما روش دست نگه میدارید، کپی رو میزنید سمت بالا، این رو این گزینه اینجا رو این بالا بزنید میاد روی دیوایس استورج میزنید، میاد داخل اندروید تو همین قسمت سمت راست پایین عکس یه دفترچه لیست چی هستش روش بزنید و فایل مجیسکو براتون میاره اینجا، قشنگ برین اشغال کنید دیگه. برای شما فکر کنم یه فایل بره، چون من قبلا یه بار همین کارو کرده بودم، برای من 2 تا فایل آورده بود. برای شما نه، من تستش کردم چند روزم که ویدیو 2-3 روز که ویدیو نذاشتم داشتم این برنامه براتون تست میکردم ببینم کار میکنه نه، واقعا کار کرد. FPS من یه 10 تایی براتون میاره بالا، مثلا مال من 50 FPS میگرفتم الان 60 معمولا ثابت میده، به جز فایتایی که مثلا در حالش اسموک میزنین از فایتای سنگین دیگه براتون یکم لگ میندازه بازیو دیگه. خب اونجا هیچ کاری چگونه نمیشه کرد دیگه. بچه‌ها اینم براتون انجام دادم، یه چند تا نکته دیگه هم وقتی اومدین اینجا این کارو کردید دیگه هیچ کاری نیازی نیست بکنید، 2 تا برنامه میتونید ببندید ولی پاکشون نکنید. بریم سراغ گیم پلی، چند تا نکته هم بهتون بگم و دیگه تموم میشه. خیلی خوب بچه‌ها، نکته‌ای که می‌خواستم بهتون بگم این بود که این برنامه رو به هیچ وجه پاک نکنید، چون اگه پاک کنید این کل این کاری که انجام دادیم غیر فعال میشه و دیگه نمیتونیم کاری روش انجام بدیم، یعنی کلا غیر فعال میشه. بعد اینکه وقتی شما این کارو انجام دادید قبل وقتی ویدیو اون 6 دقیقه حتما ببینید، آموزشی براتون دادم. بعد اینکه اون کار کرده یه بار گوشی رو ری استارت کنید یا همون خاموش روشن یا ریبوت، این گوشیتون رو بگیرید سمت راست بالا بگیرید، یه گزینه همون چرخش به راست میچرخه تقریبا، همون خاموش روشن کردن گوشی دیگه، همتون رو میدونم همین کارو کنید تموم میشه، اجرا میشه، بینه میشه، همین کارو انجام بدید و تموم میشه دیگه. و اینکه برنامه به هیچ وجه پاک نکنید چون کلی این کارو که کردین غیر فعال میشه، دوباره بعد برین از اول دوباره همین کارو انجام بدید دوباره فعال بشه. و اینکه آره دیگه بچه‌ها همین دیگه، اگه قرار باشه فردا یا پس فردا یه رفع دیگه براتون میذارم، حتما چنل رو ساب کنید، لایک هم بذارید تو بقیه ببینن، زنگوله بغل هم بزنید که ویدیویی که رفع لگی که قراره براتون بذارم حتما متوجه بشید، بیاید ببینید. رفع لگ خوبی میخوام براتون بذارم، یعنی اینا بهتر، همه این رفع لگا با هم دیگه یه چیز خوب تشکیل میدن دیگه، همینه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، لایک و ساب اصلا فراموشتون نکنه. تا ویدیو بعدی، خدافظ. Kız ha. Havada kal. Ay.